میشه یه بار دیگه بریم؟ میتونم بهتر بخونمش. نه خوب بود. قطعه کامله. خواننده اومده خونده و رفته. یه زیر صدای زن میخوایم که اینم خیلی عالیه. والا مثلا یه بار دیگه میدونم که میتونم بهتر بخونم. نه خیلی خوب بود. بریم گوش کن. اصلا وقتی پلیش کرد صدای خودم رو نمیشنیدم. توی صدای خواننده گم شده بود. بعدم بود و نبوده من اصلا هیچ فرقی نمیکنه. همینه دیگه. کارش نمیشه کرد. بک وکال دیگه. شما میگین بک وکال؟ اینا یه سری صداهای گنگ و نامفهوم بود بیشتر. بعدم چه فرقی میکنه؟ صداست دیگه. زنونه مردونه داره مگه؟ اونشو دیگه من نمیدونم. من فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه. یعنی قانونشه ها. نباید بالاتر باشه؟ بالاتر؟ شما اصلا منو میشنوی؟ دارم میگم زیر صدای مرد باید باشه. یعنی اصلا قابل تفکیک نباشه. چی میگن؟ مخلوط در هم. اصلا نباید مشخص باشه که زنه. پس اصلا برای چی باشه؟ مگه نمیگین مخلوط نباید باشه؟ پس یعنی نباشه کلا دیگه. این سوالا رو برای چی از من میپرسی؟ میرزا اینها بیا. این اخلاقت هم اصلا قشنگ نیست ها. من یه کارمند سادم اینجا دارم کارمو میکنم. هرچی قانون بگه. شما هرچی چرا داری از من میپرسی. منم هر کاری دستم برمی اومده انجام دادم ولی مثل که واقعا راهی نیست. نه راهی نیست. همینم که هست خوبه. بعد میگفتن تعطیل خوب بود. همین الانش هم تعطیل. من ویدیومو فرستادم که میتونم بیام. نماز ماست. بفرمایید بیرون. اینکه شما کور دوست نداری به من ربطی داره؟ به من باید بگی؟ مسئولش منم؟ یه حرفی میزنی؟ من اصلا دلم نمیخواد بین 10-20 نفر همینجوری الکی بخونم. به کی باید بگم؟ صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من ربطی نداره. من میخوام تنهایی بخونم. همین، فقط همین. تحت هر شرایطی هم که شما بگی. میگم دست من نیست. کور دوست نداری برو کنسرت بانوان. یه جوری حرف میزنی شما این کار توی مملکت زندگی نمی‌کنی، هیچی هم خبر نداری. برو اینو ببینی که قانونش نوشته. من از کار غیر قانونی بدم میاد. برام مجوزم هر راهی میشد رفتم. عین اسکلان بلند شدم اومدم اینجا. همم بهم گفتن نمیشه. ولی اومدم دنبال یه راه حلی بگردم. شما هی منو از اینور پاس میدین اونور. هر کاری هم تا الان گفتین انجام دادم ولی هیچی به هیچی. من فقط میخوام اینجا کار کنم. همین. من هیچی جز این ندارم. این همه زندگی منه. دنبال چی میگردی؟ یه تنه میخوای چی رو عوض کنی تو؟
آشغالا خور بیاری. سلام، خسته نباشی. سلام. چی شده؟ جواب نمیدم. اگه آشغال داری بیاری من بروپایی دیگه نمیتونم بیاریم. چشم. همیرا چرا در رو وا نمی کنی؟ مامان همومی؟ دوباره داری میخوری؟ آبا باز گذاشتی واسه چی در وا میکنی اینجوری میای تو؟ هموم نشستی داری میخوری؟ اینقدر چی بی تو هموم؟ کلید همه درا رو برداشتی که اینجوری بیای بیای بالا سر خودت. تو مگه دیشب کارم برام قول زشته به ندادی؟ خدا، خیلی دیشب زشته. دست دادی خیلی مرگ بی‌ادبی. منو قسم خوردی چی از این بالا خری یه روز مامان یه روز من گفتم ولی نگفتم از کی من نگفتم از یه جوری میخوری از جمعت کرد چپ میکنی چرا انقدر چیزی رو من میخوام بشیرم تو توالت بخورم ببینم کی میاد جلو منو بگیره ای سدی قربونت برم من سدی من ندارم دیگه سدی جون من مامان منی تو به من نمیدم در بردی از سه بندی. خانم صفا خانم بیلیتتون مهمان خانم خادمم بک استیج کار دارم کنسرت نیست مگه میشتون اول بعد تحویل بدین بعد تشریف داری بیارین. نه شما خانم بله. کاکاوم داخل فیلم عکس ممنوعه بفرمایید. یا خدا چه خبره چرا همه دارن میکنن راحتم بود، مردم که نیست. حالا بزن و رقصم میشه. عروسیه مگه بقیه‌تون کجان؟ مردم همه اومدن تو. بازبیر ارشاد گیر داده گیره چی مگه همه زن نیستن چی بگم؟ در باز کن. محمدی، آقای محمدی، ونو بیار بذاریم پایین. ببخشید ون برا چی اینو گذاشتیم اینجا اما کنریخ شما رو فراری بده. شما بفرمایید. که با کسی خصومت شخصی نداریم سالهای خودشون موارد اصلاحی رو رعایت نکنن مجوزشون باطل میشه نمیتونن اجرا برن نتیجه روانه خانوما شنیدین که تک تک مواردی رو که میگم لازم الاجراست و باید اینا رو اجرا کنین تا بتونین روی صحنه برین. شعرتون مورد داره. بگو ای مرد من ای از تبار هرچه عاشق. مرد من بحث جنسیت زدگی داره. باید این کلمه عوض بشه. یعنی چی؟ من الان چی بذارم به جای مرد من؟ نمیدونم. یه کلمه دیگه پیدا کنید. میگین الان کل آنکه ما رو به هم میرسه تنظیم کلا باید به جای این کلمه وقت من درد من نمیدونم یه کلمه پیدا کنید من نمیدونم باید گیریم این خانم گیریم ایشون مشکل داره خط چشم گوشواره های اون خانم باید عوض بشه شالو بندازیم ببینیم چجوریه از این صحبت ها هم چیزی بیرون لطفاً درز نکن یه سنجاقم اینجاش بزنید تمام این صحبت ها اگر اعمال نشه اجازه اجرا نخواهید داشت اینا هرچی میگن شما قبول میکنی؟ ما هم عادت میکنیم.
پوستت کلوف میشه. هلو خود دو عالم اومد. چطوره؟ خودش چطوره؟ عالی. نبرن تو راجو. قفل مگه نداره؟ چرا بابا یه بار با میله‌ای که بستن بهش کندن مردن بچه. نه امنه. اسم چرا میذارن دخترا واسه وسایلشون؟ چه فازیه؟ به شما مربوط داره؟ مشتاق دیدار. دلم برات تنگ شده بود. دروغ. ما رو دور ننداز. چه خبر امشب؟ عالی پر. من اومدم فقط بخونم صدای بیاد بیرون بتونم اجرا کنم. دارم قنباد میگیرم. برو بریم زودتر میگفتی میچیدم قشنگ. نمیخواد بابا. اینا که نشستن در ماسه خودشون ملچ مولچ میکنن غذا میخورن و هر و کرکر. اینم که داره براشون چه چه میزنه دیگه. به من همینم میخونم. یعنی فقط دلم میخواد جلو 4 نفر بتونم اجرای زنده کنم. هر جوری. زیر زمین، روی زمین، توی زمین. آینت کجا بود؟ اونجاست. من نمیتونم تو اینستا عروسکی بخونم. بوش اتاق اصلا سیرم نمیکنه. استیج لازمم. حتی اگه کاراوکه باشه وسط غذا خوردن اینا. هستم. برای منم جذاب نیست یارو نشسته داره غذا میخوره بچه‌ها بیان براش بخونن. ولی خب از هیچی که بهتره. چیکار میشه همینه کرد؟ دیگه همینه. یه کاری باهات میکنن که به همینی که هست قانع باشی. حقمونه ولی یه جوری برخورد میکنن که دارن لطف میکنن، شاباش میدن. همین جایی که با رفاقت خودمون ساختیمش ببین برای چند نفر سکو شد. میان این لالو اجرای بچه‌ها رو میبینن. خیلی‌ها کندن رفتن. موها تو دوستش دارم. چه قشنگی تو. ولی سفت. سایه سیاه متفاوت خشن. ببین من بک تو بلک امی. درست. کاوه. ستی. استرس. تو مشتت کارو در آوردی خیالت راحت. من میرم از این جلو تو از پشت بیا. We only said goodbye with words. I tried 100 times. You go back to her and I go back. دوستان یه دست به افتخار خودتون بزنید. خیلی ممنونم از اجرای آریای عزیزم. براتون امشب یه سورپرایز دارم. این شما و این خواننده محبوب ستی.
وایسا ادیه وایسا وایسا ادیه با تو Budarani uzunu çoban kayıtlar uzunu sarı geldi Budarani uzunu çoban kayıtlar uzunu sarı geldi Nolabi gengürem aslı yarami uzunu Eynim aman aman Eynim aman aman sarı geldi Nolabi gengürem aslı yarami uzunu Eynim aman aman Eynim aman aman sarı geldi تو سیر نشدی هنوز؟ داری میترکی یا؟ اینقدر خوردی زشت بیا Not burning bright, but it's not enough to not be hit by the night. You have the power.
عزیز جون دست من برگردنته، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه. دگر نشوم من بهار همون، دگر نکام شیخ جلال سلوم، الهی شیخ جلال تینوم ببون، ها کردم امضا پیمه پشیمون، در نجات در نجات دره. جدیدترین روش دانلود از اینستاگرام. با ایوه ببخشید هول شدم. سلام، چطوری؟ کجایی؟ دیدی؟ همه گذاشتم، همه تگم کردم. همینطوری پشته. من اینطوری نگفتم. الکی وایرال شدیم ها. منم ها. بابا یه ورجه یه ورجه یه تکونی. اوی پاشو، من تشویق میخوام، حمایت میخوام. خوشت تو من؟ یه خشی داره عوضی داره میشه. نیست شبا تو 11 بار زدی میاد خیالت راحت. تو هر وقت دوست داری بیا میخوام سورپرایزت. چرا این حرف میزنی وسطش؟ اصلا انگار حوصله منو نداری. شام خوردی؟ بیارم وسط؟ نه خودمونم نخوردیم شام، ولی هرچی دلت بخواد برات میپزم میارم. گوشونه نخور پس عزیزم. بگو، یه بار دیگه بگو همیرا جان، جون من، مرگ همیرا بگو. قطع نمی کنم. تو بخواب من که نمید. شب بخیر بخواب. تویی؟ ببین واقعا دمت گرم، خیلی باحال میخونی. واقعا باریکلا به این دل و جرأت. آفرین. خدا شب بود بیابان بود زمستان بود، بوران بود سرمایه فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی
افسرده و بی جان بود، در فکر آن سیمین بر خوشگل، از فکر و جان خود بودم غافل، می‌کوشیدم بهرش از جان و دل، می‌بردمش با خود سوی منزل، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، در هر مویش گویی مروارید قلتان سفته. ترسیدی، به خدا که ترسیدی دختر ایران. تو هم که فقط همین کارو بلدی بپاشی. واقعا دختر ایران؟ چی میگم بهشون میگم بگن دختر همیرا. خوبه؟ قرار بود امشب من گیر صاحب نده باشم. ستی، گیر نده ستی، بسپرش به من حواسم هست. خیالت راحت ستی. بابا بیا امشب بذار حال کنیم. تو کوچه مام عروسی شده، به سلامتی خودت. خیلی دلم خوشه. اوضاع داره رو به راه میشه مامی من. این خر زدم، فیلماتو دیدم تو خیابون، مردم جمع شده بودن دورت. اصلا شهر رو به هم ریختم. کل خیابون انقلاب تو مشتم بود. ببین بعد میدیدی مردم چی کار میکردن، میدیدن یه دخترم جوری وسط خیابون داره میخونه. حرفاً میخونی جوجه من، مو به تن آدم سیخ میشه. مثلا یه سوزی داره صدا. در جریانی که عامل اون سوز شمایی؟ در جریانی که از وقتی که بچه بودی آواز خوندم تو گوشت، با موزیک بزرگت کردم. خودشو اینجا نشون داد. من و تو خیلی شبیه همیم ستی. من و تو واقعا شبیه هم نیستیم. انقدر خودتو به من نچسبون. ببین همینجوری رگیباری داره میاد. کل اکسپلور رو ترکوندم، همش منم. ببین من بازم ستی همش شده من. اصلا یه حال عجیبی بود. گریه هم میگرفت داشتم آواز میخوندم. چرا نگفتی منم بیام؟ چی میشد؟ خب دلم میخواست زنده‌شو ببینم تا فیلماشو. دفعه بعدی. نه جواب سوال منو بده ستی، نپیچون منو. یه جای بهتر دفعه بعدی. اصلا درست حسابی میام هر چی تو بگی میپوشم. میام با میسم اون گوشه از دور نگات میکنم عین یه تماشاچی. یعنی در این حدم من نیستم. اینقدر داغونم. من میدونم تو خجالت میکشی بگی من مامانتم. منم نمیگم اصلا. این آدما که تو خیابون هستن واسه دست میزنن. این اونا میان وای میسم نگات داری میکنن. بزرگش میکنی عزیزم، اشتباه فهمیدی. نه من نمیفهمم. تو عقل کلی تو فقط خوب یه لب بده جون من. اینقدر دلت واسه من نسوزه این بچه هم با من رفتار نکن ستی. فهمیدم چه واسه ارزش داره. اینقدر بدفاز بازی در نیار دیگه. یه شب حالمون خوبه زهر ماره. من حالم خوب نیست. امشب واسه من حالم پیش هم داریم جشن. نخواستی من بیام ولی آرت اومد تو نکن دیگه. چه کار دارم میکنم من میخوام موزیک بذارم واسه توی خر جشن بگیرم امشب. میخوام واسه برقصم. بیا نمیخوام اینجا واسه تو برقصم. ببین ستی من قول میدم خوبم. ببین بیا با من مسابقه بده. ببین بخور ستی. نمیخوره ببین میخوام ببینم. ببین ستی من میخوام ببینم نفس تو بیشتره یا من. نفس تو بیشتره. بده من. بسه. منم میخوندم و ستی منم اینقدر قشنگ میخوندم ولی رقصم بهتر بود. ولی همش خورد تو سرش کشته شد و هیچ گویی نشدم. چرا؟ واسه که یکی مثل من کنارم نبود. تو شانس داری. بفهم اینو کثافت. بفهم اینو که من از همه چی برده نمایدم.
دل میگه برم دلم میگه نرم طاقت نداره دلم بی تو چه کنم یه دل میگه برم یه دلم میگه نرم طاقت نداره دلم بی تو چه کنم پیش عشق زیبا خیلی کوچیکه دنیا با یاد تو هر جا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا یه دل میگه برم یه دلم میگه نرم طاقت نداره دلم بی تو چه کنم پیش عشق زیبا خیلی کوچیکه دنیا با یاد تو هر جا دمش کن بفرمایید جمع کن آقا خانم من نمیگم فیلم نگیر از چه فیلم میگیری؟ گوشیو چرا میگیری خب؟ من نمیگم جمعش کن وایسادیم جرمه؟ دست نزن خوش شد چند بابوره آقا اصلا پشمام ماموره رو زدی؟ خوب زدی اصلا ما اینو میزنیم تو اونو میزنی چجوری زدیش؟ اصلا بلند شد یارو زاشتی اونجاش اوه طبیعیه دیگه کل شهر و شیمیایی هم ما رو طبیعت دست شما درد نکن و یه کلمه با ما حرف زدی والا چیه ما شرایطشو نداریم با ما حرف بزنی؟ ولی نه اصلا پشمام یه کشور بزن بیان پناهندت چی؟ چشم ولی که تو دادی ماموره رو اصلا امکانات هم میدین دیگه پناهنده بشیم دیگه اسکان و پاس و
دندونام قشنگ منظم و سایز. خوراک خواننده هستی میخونم باید دندونا قشنگ. بزن بغل من پیاده شم. دمت گرم نجاتم دادی. پیاده شی؟ خودم میرم. فقط با من خداحافظی نکن، من خداحافظی بدم. من خداحافظی خیلی بدم میاد. من اصلا میرنجم به کی با هم خداحافظی میکنم. میرنجی؟ یعنی الان بری اوکی؟ یعنی یه جوری نمیشه اون ته دلت، پایان دلت یه حالی نیست الان بری؟ دستت میرسی خودم بیام. چیو؟ اینو بابا باری کلا تورجو کی برداشتی؟ نه ازم بخوا نرم. تو خودت میخوای نری؟ نه ازم بخوا نرم. بگو بمون، بگو با تو امنیت دارم. چی میگی؟ من اصلا نجاتت دادم اینو بهم بگی. آقا ما اصلا احتیاج داریم یکی این چیزا رو به ما بگه. باش. خب بگو بهم. مثل این چی بود؟ یارو توکیو بود به پروفسور میگفت تو فرشته نجات منی، به من از اینو بیاورم. چی؟ گاردین انجل. آها. شما زبون اصلی میبینی، ما زیر نویسیم. من کاری به توکیو ندارم، من مدل خودم. بگو بگو من با اینا حال میکنم. به من اینا بگو. اسیس شد بیا پناهندم شد. خوراکم مهاجرت. شتابو پشمات یا نه؟ تو نری؟ نوچت هم داره ما رو اسیر میکنه. من یه رخ عقابی گرفتی ان آقا، انگار چه گوی داری میخوری. محمود که نزدی گوسفندم وای میسته خودش خالی میکنه. تو هم اگه داری بزن من خجالت نکش، من اوکی ام. ریلکس باش. چرا اینجوری؟ یه جوری هم؟ نمیدونم یه جوری بقیه نیست. اون بقیه هستن دیگه. اونا اینجوری ما اینجوری. اسمت چیه؟ چطور؟ بعد بلند شما آدم بام تهران داری جیش میکنی جلوم، بعد اسم تو نمیدونم. یا خدا چه مدلشه واقعا؟ حالشو ببر. ببین من خیلی کمم، دیر به دیرم، یعنی میام میتابم میرم. حالمو ببر. میتابی میری؟ این صدا چقدر قشنگ، ولی اسمت میدونم تا چقدر این زشتیشم. قشنگا هستن دیگه. این صدات میبینی یه کاری با هم میکنه، نمیفهمم چیه. بگو. ببین اصلا توم یه چیزی یه پرپر میزنه وقتی میخونی، یا عین بمبی تو اصلا عمل میکنه، یه توم میتره که از تو داغ میشه وقتی میخونی. اصلا جوری میشد. عشقه این، شک نکن این عشقه ها. به این آدم یه جوریش میشه این صد عشقه. صد عشقه. فقط نگیرنت. اگه اینا بگیرنت، حالا البته که هنوز نگرفتنت، اصلا منم هستم با هم حالشو میره. اصلا ببین میگه در لحظه زندگی کنی. اینجا زدم اوه سریع هم صرفت نه بس بده من بدش من. آقا اصلا الان همه چی منظمه، به همین مناسبت اینو ببندیم. سر چی؟ سر این که تو هم جیش کن. ندارم. خب ندارم نیستی، باید تمرکز کنی. وقتی تمرکز کنی بری اونجا وایسی اون خودش میاد. فقط باید بهش فکر کنی خودش میاد.
اصلا ببین من خیلی وقت تو مخمه با یه نفری که حال میکنم بیام اینجا وایسم جیش کنم به این تهرون مندرس. چیه؟ رشته بد نبودی؟ بد نبودیم، بلد نبودیم. تو بلدی؟ چیش چیش میخوای؟ میکنی؟ دارم میام پیشت. هنوز نمیخوای اسمتو بگی؟ اسم چی؟ بگو ببین. دیدی میخوان یکی رو صدا کنن اسمشو نمیگم، میگم ببین. بگو ببین. ای گفتی کدومه؟ اونه خونه. ببین جون، اینه خونه؟ چرا چی نمیگی؟ هم میستیریم. اون تهی از خونه، ته مطمئنم اون تهی. درد نداره اینا؟ درد که داره ولی میدونی دردش احتیاط داره. در این ها؟ کرمش افتاده تو جیبت بزنی بد جوری ها. خسته نمیشی از اینا؟ تکراری نمیشه؟ بچه‌هات میشن، تو بچه‌هات خسته میشی معلومه که نه. اینا چی هن این پایین؟ اونا گلن، گلا رو مسلطی؟ چه گلیه؟ ساتیوا دارم، ایندیکا. کدومو میگی؟ همین پایینیه. کدومش؟ این. چه داغی. منم داغم؟ تو؟ نه ولرم. مگه همومه؟ اینجا باشه. یه بچه 6 ساله دارم میخوام برات بیارم پشماتا. این فقط برای مهمونای خیلی مخصوص سرو میشه. شما فقط برو ببین. Show me slowly what I always know the limits of. Dance me to the end of love. آقا تو میشه فقط بخونی؟ این نوچرم بذار تو خوندنت. ببین جون، ببین ببین خیلی باید حواست جمع باشه. ببین جونی، قشنگ شدم؟ ببین این اون تیپ مد نظر ماست. می‌بینی ولی اصلا این چیه؟ ای خدا الهی من شلوار من از کجا پیدا کجا بودی تو؟ این بوی من از توه؟ آره. این همون زردی من از تو، سرخی تو از منه. کجا در میاری اینا رو؟ دیدی سر منو؟ آره دیگه همینه دیگه. من دیدم بال داره نپرسیدم، گفتم شاید مرده. بابا این بالاشه دیگه. اول من میرم بعدا. من اصلا طاقت داغ اولاد اصلا خیلی ندارم.
خب حالا بده من خیلی این به سال خیلی خوبی. خوشم میاد. آب میخوای بدی بیا ببرم جای مهم آب بدی. کجا؟ اینجا مهم نیست که بیا. کجا خب؟ بیا یه جایی میخوام ببرمت اصلا تا حالا نرفتی همچین جایی. بیا این شیرینگه رو ببین یه چیزی میخوام بهت بگم نصیحت نیست نکنی ها. ولی جانه ببین نکن جانه ببین بیفتی دست اینا بعد بگاه میدی من که حال میکنم دختر پر رو ولی ببین اصلا اینجوری نیست داستان که یه تنه بری جلو آقا اصلا یه دختر آریایی بخونه و هست کنیم بده میگن بله خیلی بده میدونی چرا؟ چون ما یه خاورمیانه‌ای یه جهان سومی انبختیم همه دهشتی ترس و بدبختی تو برق از سر تیر قطعی میبینی؟ این معبد منه دیگه آوردمت اینجا بیا ببین کجا آوردمت بیا تو فقط اینو ببینش ببین علف میکنی؟ دخترمه علف هرچی از این خاک بیاد برکته ببین چقدر خوشگله فقط میبینیش جان ببین اینو میخوام برام محپاش کنی اینجوری ببین سکته ای یه دست نباید به این آب بدی از موزیکشونو بذارم الان تایم موزیک فقط موزیک میذارم دیگه فقط موزیک یواش ببین فقط خزبازی تو لباس سر نیاری لختی پختی ببوشی بد میرنجم ها شیک خاص ولی با حیا همین دیگه بیمه کنم انجره رو خدایی کی میخواد چی بگه از خداشون هم باشه نه حواست باشه رفتیم اونجا پنجره تو جای هنجرت بیمه نکن همه رو بهت میگم چی بگی بگو من کسی هم که هیچی نبودم اگه الان اینجام بگو من اصلا نبودم ولی الان هستم من از تو رنج اومدم دارم میخونم اینا ببین حالا من اینا رو یا باید یادداشت برداری چون من الان میاد بیرون فردا اصلا نمیدونم چی میخوام بگم اینا خیلی مهم نمیری اون بالا همه رو هم باید حفظ کنی این کاغذ ماغذ نذاری این جیب در بیاری بد خزه خیلی اینا رو همه رو من اینا رو همه رو اندازه دهنت یه جوری میکنم بری اون بالا حرف بزنی پشمای همه بری خودت چی؟ آدم چی؟ خودت چی کاره ای که میخوای اندازه دهن من کنی؟ پس حداقل من میگم پلیس دنبالم مهمم تو چی؟ کمی زدی آخر؟ خیلی بخونم برات خوبی؟ ایرانی بخون تقدیم به کسی که فقط صدامو دوست داره صدامو میخواد خودمو نمیخواد
لای لای نمامی جانم من وین با خوانم شو دردت به جانم ای لای 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 خو دردت بگیانم ای لای 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 خو دردت بگیانم ببین جان خوابیدی؟ مهمون داشتی؟ خوش گذشت؟ حداقل یه جمع جور کن آدم این وضعیت رو نبینه. یه چیزی بگو کجا بودی دیشب؟ چی کار کردی؟ خوبی؟ سالمی؟ زنده‌ای؟ یکم مثل مامانا باش. اصلا میدونی دیشب چی شده؟ خبر نداری نه؟ هستی؟ پلیس، خیابون، دعوا. نمیدونی من چی کار کردم؟ خبرش همه جا پخش شده. دوباره خودتو کوچیک کردی آره؟ اومد پیش تو زود رفت. با این حال ولت کرد. حتی نموند پیشت. فکر میکنی من خرم؟ نمیفهمم. من میفهمم، به رود نمیارم. فقط یکم بر خود ارزش قائل باش. چرا من باید بیام خونه این وضع خونم باشه؟ چرا تو نباید بدونی دیشب چی به روز من اومدم؟ خانم خضرآبادی چرا من انقدر تنهام؟ خانم خضرآبادی اش باید جمعت کنم. همش تو هپروتی. سیکو پاون بمون بشین اینجا. شما برین اتاقا. نه بهت میگم تکون نخور. تکون نخور. بایستا. دستتو بده من. تکون نخور. این یکی دسته بده من. گول نخور انقدر بهت میگم. برو اتاقا. مامان درو خودم. برو اتاقا. هارد و لپتاپش هرچی هست وای. دستتو میشکونم ها. لپتاپ تبلت گوشی تکون نخورت میگم. کیس باشو باشو بسا. باشو بودو. مامان
اینجا برش آمیرا پاشو دیگه. چیو نگاه میکنی؟ یه کاری کن. بیا مامان برو. ستی خانم ببخشید نمیخواستم بیام بالا در بزنم، منو مجبور کردم. تو رو خدا حلالم کنی، شرمنده. تو رو خدا نذارین منو ببرم. تو رو خدا. آب خوردی باد آب خوردیم، رفتی اومدی باد رفتی اومدیم، خندیدی باد خندیدیم، آوازم خوندی باد زمزمه کردیم. فهمیدی؟ فقط بهت بگم فکر نکن برای خود هر کاری دلت میخواست کردی و حواسمون بهت نبود، رصدت میکردیم. منتها دیگه از حد گذروندی دختر خوب. ای من چیکار کردم؟ انداختینم توی اتاق تک و تنها، مغزم سرویس شد به خدا. حالا عادت میکنی. 2 تا آهنگ خوندم دیگه، مگه چه برنگرد. الان همه مشکلات مملکت حل شده، فقط مشکل منم. اون پلیسه رو به خدا من نمیخواستم، اتفاقی شد. تو خیابون خوندم، خب کجا میخوندم؟ جای دیگه ای دادین و من نرفتم. من همه زندگیم صدامه. هر کسی با یه چیزی به دنیا میاد دیگه، تومه. چی کارش کنم؟ هیچ کار دیگه هم بلد نیستم. مردم همه پشت هم. مثل بمب میتره که آبروتون تو دنیا میره. سر رو میز. سر رو میز. برو. وسایلاتو بده. ساعت. گوشواره هات. گردنبند. پرسینگت هم در بیار. کفشتو در بیار. برو این پشت. برو عقب. در بیار لباساتو. لباساتو در بیار. نمیشه. چطور رود میشه جای دیگه لباساتو در بیاری؟ اینجا رود نمیشه لباساتو در بیاری. در بیار. همه رو در بیار. لباس زیرت هم در بیار. معذبم به خدا. در بیار. دوربین برای چی؟ میخوام ازت عکس بگیرم که فردا نری بگی من شکنجه کردم. برگرد. برگرد. پاها باز. باز. بشین. بشین. پاشو. بشین. نمیتونم به خدا دلم پاشو. درد میکنه. بشین. پاشو. بشین. میتونم چشام داره سیاه. پاشو. مگه بار اولته؟ قاعدگی برای همه خانوما هست.
Nací en el amor. Nací en el amor. No tengo lugar. No tengo esa. Y yo no tengo patria. Nací en el amor. مگه من دوستی کردم اصلا ساعت 10 رسیدگی پرونده داشته. تفهیم اتهام دیگه. بله. اجازه بدید هماهنگ کنم. چشم. بگو بیاد برو تو. بشین. اینا اتهاماتت: اخلال در نظم عمومی، انجام اعمال منافی عفت از طریق آواز خواندن در انظار عمومی، ایراد ضرب و شتم عمدی با مأمور نیروی انتظامی، تشویق و تحریک افراد به تجمع غیرقانونی، انتشار صوت و تصویر مستهجن از طریق شبکه‌های مجازی. شما موقتا با قرار وثیقه آزاد هستی تا ایشالله روز دادگاه و بعدم سپری کردن محکومیتت. شما از پشت سر با من حرف میزدی؟ همین صدا بود. بیا اینجا امضا کن. بیا اینجا امضا کن. تا اون روز تو مجازی اگه فعالیتی داشتی نداشتی، وگرنه هر چی بشه پای خودت. ما شرمندتون نشیم. سلام به مادرت برسون. متوجه اشتباه شده، پشیمونه، بی تجربگی کرده که خدا رو شکر وقتی دیدن خودش فهمیده خیلی بهش لطف داشتن. این بچه هیچ ارتباطی با کشورهای خارجی نداره. ولش کن. این دختر بچه ایرانه، عاشق ایرانه بعدم و تعریف هیچ مخالفتی با قوانین و ضوابط و شرع و دین کشورش نداره. خیلی هم ممنونه که باش راه اومدن و رفعت اسلامی شامل حالش شده، اما الان نمیتونه باهاتون ارتباطی داشته باشه و برای حال خوب خودش و آرامش روحی روانیش نمیتونه هیچ فعالیتی داشته باشه. پیجش هم کلن میبنده.
و دیگه تو فضای مجازی نخواهد بود. به همتون سلام رسون. همین. همیرا خسروآبادی، مامان ستی. کرمولی تا من نبودم پیله بستی آره؟ رفتی اون تو؟ یعنی دیگه نمیبینمه؟ ستی قربون دختر قشنگم بشم من. بیا مامان من، بیا بریم با هم دیگه بشینیم صبحونه بخوریم. بیا دیگه، بیا آخه نکن با من اینجوری. جوجه من، بیا واسط بیکن تخم مرغ پختم. بمیرم واسط که معلوم نیست چی خوردی اونجا. بیا مامان من، بیا بریم با هم دیگه بشینیم صبحونه بخوریم. باز کن دیگه ستی. عزیز دل من، قربون و شکل ماه تو من بشم الهی. بمیرم واسط که لاغر شدی. بیا ببین واسه چه میزی چیدم، چه صبحونه‌ای درست کردم. بیا ببین. خونت برم من. بیا. مثل مامانا شدم. راضی هستی از من؟ چی میگن اینجور وقتا مامانا؟ بگو به من. من بلد نیستم ستی. تقلب برسون بهم. بگو دیگه. چه مامانی شدم من، خاک بر سرم. به هیچ دردت نخوردم. الان تو باید بگی نه مامان من، نه قربونت برم، خیلی هم خوبی تو. مثل بقیه مامانا نیستی ولی در عوض باحالی، رفیقمی. بگو دیگه. نمیگی اینا رو؟ حرف بزن با من ستی. ببین الان دقیقاً 9 روز من الکل نخوردم. نگاه کن خالیان. همشون رو خالی کردم تو توالت، سیفونم کشیدم. تشویقم کن دیگه ستی. به خدا فقط به عشق خودت نبودی من داشتم دق میکردم. گفتم هیچ گویی واسط نخوردم، اقلا این کارو بکنم خوشحال شی. ستی قربونت برم من، نگام کن آخه چرا اینجوری داری میکنی با من؟ من گناه دارم به خدا. از وقتی اومدی حتی یه نگام نکردی به من. من هر کاری به مرگ خودت هر کاری بلد بودم کردم که فقط بیای خونه تو. همین. کاش همونجا مونده بودم. سگش شرف داشت. حداقل خفت و خاری نداشت. باش مرده بودم همونجا. من بمیرم واسط مامان من. یه فیلم 4 روز دیگه یادشون میره همه. برای چی بازجوه اونجوری تو چشام خندید گفت سلام منو به مامانت برسون؟ برای چی باید بگه مامانت با اون حالت؟ وثیقه کجا آوردی؟ ما پول داریم؟ سند داریم؟ اگه من خرم به روم آورد تو نمیفهمی. تو جای من نیستی به رود بیارن مامانت. بله من هر کاری بلد بودم کردم. بازیم داد زد زیر حرفش. مجبورم کرد ویدیو رو بگیرم. نمی کردم آزاد نمی شدی، میموندی همون تو چه میدونی من چی کشیدم این مدت؟ مهمم نیست هر بلایی سر من اومده. تو مهمی، تو حیفی. نذاشتم بمونی اونجا. یعنی جلو چش خودم ننمو از خجالتش درن که چی که من گوه بیام بیرون. چی کار کردی تو؟ چی کار میکردم دیگه؟ من کیو دارم آخه؟
هر کاری کردم واسه تو بوده. چرا نفهمیدی چی سر من میاد وقتی اون یارو تو رو یه لقمت کنه؟ بونت برو مامان ستی. حالم به هم خورد. می‌دونستم بالا بیارم بود. متوجه اشتباهش شده. همیرا خضرآبادی مامان ستی. غلط کردم ستی، غلط کردم. مامان ستی برو ببین آماری دارن فحش میدن بهم. خیر سرم داشتم یه گوی میخوردم برا خودم. 4 تا آدم داشتن فکر میکردن که خب آره بخونه چه اشکالی داره. من یه تنه داشتم یه کاریو میکردم که هیچ کس تا الان ندونست. هیچ کس جرأتش نداشت. حالا چی شد؟ همه یادشون رفت من اصلا وجود داشتم. انگار هیچ وقت نبودم. ببین این وضعیت منه. حرف نمیتونم بزنم. برم بخونم. من اینم دوباره شدم اون. من درستش میکنم عزیز من، درستش میکنم. میبرمت گفتار درمانی. خوب میشی خوب میشی ستی، خوب میشی صحبتی که میبینی و 2 تا نرو من نمیخوامت دست از سرم بردار. تو فکر میکنی من حالم خوبه؟ تو چه میدونی من چی کشیدم تا تو بیای بیرون؟ یارو این حیوون هر کاری دلش خواست با من کرد. بوش به هنوز نمیره. حالم داره به هم میخوره از خودم. خیلی تن خودم چی دارم دیگه. من فدایی سر تو، کثیف شم، فدایی سر بچم. من نمیخواستم تو بفهمی، تو نباید میفهمیدی. بدت میاد دیگه از من. نکنش. بیا هر کاری داری به این بکن. اون حیفه، اون به خوب هنجره‌ای وصله. داری کار خدا رو. ای من باید تو رو اتفاقی ببینم. میگن یه برگ بدون اجازه خودش زمین نمیفته. بعد هی تو رو میذاره سر راه من. وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، وقتی رفتی تازه فهمیدم کی رفته. دیدی عشق این جملاتن؟ ولی فهمیدم تو انقدر بچه چقدر پشویزونی، همه جا حرفته. اصلا آقا ما رفتیم گفتیم این با ماست، ما با هم عشق کردیم، گلکاری کردیم، هیچکی هم ما نمیپذیره، انقدر که ما مندرسیم. من لامحتابی هم یهو خاموش میشم، تموم میشم. میدونم اون شب ریدم، ولی آقا اصلا خوز اول گفتم اتفاقی دیدمت. عین سگ پا سوخته همه جا دنبالت بودم، همه جا رو جوریدم، نه آدرسی نه شماره تلفنی، ولی همه جا رو گشتم. گفتم من نباید بذارم این بچه تنهایی بکشه. همین. برای چی بمونی؟ باید جمع کنی بری.
بی صدا. اصلا با هم میریم. رفت تو سفارت هم قشنگ همه چی رو براشون توضیح بده، یعنی هر چی داری بگو، تعریف کن. البته که اونا انقدر وزن که خودشون همه چی رو میدونن، ولی تو هم بهشون بگو قشنگ. پرواز و مقصد و جتلک و بدخوابی و تمام منظم. میگم با هم میریم بعدت نیاد، نگی حالا یارو اومده مفت ما رو ببره. میخوام خدنگی تو کنم، یعنی خودت هم بدی همه چی سر جاشه. من هستم. تو بتونی انگار من تونستم، یعنی این حالم باهات. با من بی من به هر حال باید بری، اینجا بمونی زمینگیر میشی. من زمینگیر نمیشم. چجوری آخه؟ بال داری؟ بتونی پرواز کنی؟ شاید تونستم، حالا میبینی. جان ببین این گرمی گوستو رو اصلا جلو چشم نیاد تگری میزنم. اون شب چقدر من ریدم، اصلا بد شبم نبود اون شب، بد شبم نبود. درستش میکنم برات ها، قصه‌شو نخور. من همین کجیشو دوست دارم. تو نمیفهمی، من از چیزای خوشگل اصلا خوشم نمی. حال کردم دستمو بدم دستت گم بزنی توش. پشیمونم نیستم. تو چرا آخه اینقدر میفهمی؟ باش منم مغزم این مغز تو فانکشن میکرد، ولی حال میکنم بات. اصلا وقتی گرفتنه تا مغز رونم سوخت، یعنی تمام بغض بودم. گفتم بابا این بچه رو نکنیدش اینجوری، گناه داره، میشکنه، میریزه. به هر در و دیوارم بگی زدم یه آشنایی یکی رو جور کنم. ای خار شما یه آدم رو این زمین نداریم، به درد نخوریم. بد جوری خورد تو چشم با تو این همه زدی، جنگیدی، برو بیا، همه کار کردی برای هدفت. ما چی؟ ببین جانم، خیلی غصت رو خوردم قرآن. ببین جانم، جان چرا اسمتو نمیگیره؟ شد ببین اسمت. اصلا اسمم خیلی تخمیه، اصلا نیستم باش. من حال میکنم، اسم توه، مال تو. بگو ببین. من هیچ جا نمیرم. سفارت ها ایمیل زدن جوابشون هم ندادن. پلن همه که نباید رفتن باشه. چرا من برم؟ یعنی چون میخونم باید برم؟ نمیشه بمونم؟ بگم چون دخترم صدام ممنوعه، فلان کردن، بیسار کردن. نمیتونم، من نیستم. خوشم میاد از اینجا. چی هم ندارم ای خونمه. خواستم به دری رو واکنم، نشد. ولی قصه‌شو نخور، درست میشه.
اونا رو یه بار دیگه میگی من یادداشت بردارم؟ اصلا من باید یادداشت بردارم. اومدی دم سفارت صف نفر اول باشی؟ قربونت بشم من آخه مهرب. بریم یه چیزی میشه دیگه، ولی خونه نریم. خونه خودمونم روم نمیشه با مامانم. تو خیابون باشیم، با هم باشیم فقط. ببین جانم، خواهش. خسته نباش. خسته نباش. اینجور وقتا فقط باید بگی خسته نباشید، ردی بعدش. چی کارت کردن اینا تو بودی؟ فیری کش داره مغزمو میخوره. نمیخوام بدونم ولی کاریت کردن؟ همه چی همونه وقتی میای بیرون، ولی دیگه اونجوری نیستی. عوض میشی. خودت هم نمیفهمی چت شده، ولی میفهمی دیگه اونجوری نیستی. خیلی زایی حرف میزنم تو نه مگه چیه؟ زبونم افت میکنه. نه دستشو بگو ناراحت نمیشه. نه میگه آگه خب یعنی چی ما نمیفهمیم نفهمیم؟ نه برو خودت نمیاری. حرف نمیتونم بزنم، آواز نمیتونم بخونم. از چشت میفتم. واقعا داری میکنی؟ نه پس هلکی اومدم این بالا. فکر کردم یه چیزی پروندی. یه جور انه خوابم ها. میگیرنمونا. اون ایسباز سیمار پیچی ما رو نگرفت یه هیچکی امشب ما رو نمیگه. یواش تورج بسه باشه دیگه، پسرمه. تورج پسرم میکنی آدم حسودیش میشه. دی به اشیا هم حسودی میکنن. بخوابیم اینجا واقعا؟ نفس با تو خیلی خلی قشنگ شای پسر بچه هایی. اک نکنی رومانتیک شدم و با اون آشی که تو دادی خوردیم با اون همه نوع خلوبیا. اگه میرفتیم فضای بسته اصلا خیلی فضا تلخ میشد. هیچ جوره دیگه نمیتونستیم تو روی هم نگاه کنیم. دلت میسوزه برای من؟ بستگی داره باد از خودمون بر بیاد. چه ربطی داره؟ ببین اگه باد این مسیر رو بیاد، چون تا صبح من میخوام ترومپت بزنم خیلی دلم برات میسوزه. میبینی؟ چون قاشقایی که من میدادی نخلویا بود. شب بخیر. چیکار داری میکنی؟ نقاشی داری میکشی؟ ببینم. نمیشه، این مال بعده، هر وقت نبودم. خب بذار ببینم چی داری میکشی. آخ
چه اومد؟ احیانا نقاشی ندیدی دور و برت اخیراً؟ یعنی چی؟ گفتم رفتی باز. نه. چه خواب روستایی کردیم. من دستم تو نازوکاریه ها، اگه میخوای بتونم. من نمیتونم، تو نمیتونی، من دیگه صدا ندارم، ببند. من از اینا نورزیدم و بهت بگم. خودتو میزنی به خواب؟ که گفتم من مهتابیم، ولی مهتابی دیدی جرقه میزنه دیگه، یه وقتایی یه روشنی میشه خاموش میشه. ببند اینم ببند. فهمیدی یا نه؟ اصلا من یه 10-60 ترسوی بدبختم، تو یه 10-80 ترسوی شاغال نباش. ببند. حالمون خوبه دیگه، الکی حالمونو بد نکن، با همین داره خوش میگذره. اصلا اون داستان فقط خودت کنسله ها، هم صدات. صدا نداریم دیگه، صدا پر. آقا تو که از صدات جدا نیستی که، تو خود صداتی. مثل که یارو عقابه بگه آقا من دیگه بال نمیزنم میخوام راه برم. عقاب اگه نره خاله آسمون که دیگه عقاب نیست، تو اگه نخونی که دیگه تو نیستی. حالا منو نجات ندادی هم ندادی، بلش کن. میشه با دوچرخه بریم؟ خیلی حال میده. میبندی؟ خب فقط با من باشه، همین. پس ببند. آقا این ستی چیه داستانش؟ یعنی میخوانم مخففه، به جایی مینسونتمون، ادامه داره، چیه؟ نه، اسم کامل خودش. یعنی چی؟ یعنی سرسخت. اون آهن سرداست رو میگن ستی. یعنی تو الان آهن سرداستی؟ آره دیگه. شوخی برداشتی آوردیمون اینجا، حواسم هست. نه اصلا با تیغه سرداست شهرت شوخی نه، عشق تلافی نه. ای باحال اینجا، برد حال میکنم. اصلا موزیک اینجوری چقدر باله. چیه یارو تو کنسرتون بالا استیل میاد؟ اینا نگاه اصلا خالص برای خودشون دارن میزنن. نگاه با دهنش موزیک میزنه. ببین اینجا فقط یه چیز کم داره، یه صدای دختری که اینجا بخونه من موهای تنم ببین اینجوری سیخ میشه. یه حال میده بخونه. صدای دختر میخواد اینجا، دختری باید اینجا بخونه. خیلی بالا میدیدیش، خیلی بالا. اصلا انگار خارجی نیست. بیای سلام علیک کنی. میام اینجا هم دلم میگیره، اما حالم خوب میشه. بگی رفتیم اصلا نمیخوام اذیت شی. میبینی؟ ببین تو فکر کن استراحت دادی به خود، اصلا یه تایمی آف بودی، مهم نیست، یعنی هر وقت بخوای بخونی میتونی، فقط بس صدا رو ول کنی. همین به همین راحتی. اینقدر دیگه تو میگی اصلا نمیتونم من دیگه، تو فاله شدم. سلام. ببخشید خوبی؟ این رفیقم یک صدایی داره بخونه اینجا، همه پشماشون فقط قفل کرده.
نمیتونه بخونه. من میخوام یه کاری کنم پوشش کنم بخونه. خب یه بگو وایس بیاد. بغلت آره، موزیک بگو بزن. دوسته. این استتیه بگو بیاد. میشناسیش آره بابا، بگو باری بیاد. کلا میشناستت. گفتم این رفیقم میخواد بخونه، گفت ستیه بگو بیاد. بابا هر چی بخواد میزنم. آقا اگه زبونت گرفت فدای این تارمود اصلا مهم نی. صدا رو پرت کن بالا. مگه بلیط فروختیم اینجا اصلا صدات بگیره مهم نی. برو بخون. سلام. باریکلا. من خیلی خوندن تو دوست دارم، میشه نخونیم. بیا با من بخون. من چیز میزنم تو بخونی. بیا. بزن. من داداش ببخشید. آقا گیتاریست خارجی آوردم. بیا داداش. من میرم اونجا اذیت نشی، راحت بخون. نمیتونم. بیا. آدم میشه بخون. I need somebody but you. I wanna find, but my hands be broken with some aching times. So I use my voice, I be so fucking rude. Always win, but I know I lose. And I sing those songs now with me just stars. But I sang them all to another heart. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used on another love, another love. All my tears have been used on another love, another love. All my tears have been used on another love, another love. All my tears have been used on. ستی حواستو بده من نگاه کن. بیا من میرم جلو، نمیذارم بیان سمتت. تو فقط یه کاری کن، برو نمون اینجا. بذار من به درد نخورم، به یه کاری بیان دیگه. بابا قربونت برم، فکر منو نکن. تو حیفی، تو برو نگران من نباش. من دیگه نمیذارم این دفعه دستشون برسه به تو. طوری نشده خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. در میان طوفان هم پیمان با قایقران‌ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان‌ها. به نیمه شب‌ها دارم با یارم پیمان‌ها
که برافروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیر ره گذر کنم. نگه کن ای گل من سرشک غم به دامن برای من میفکن. مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار. تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته گذشته ها گذشته. منم به جستجوی سرنوشت. دختر زیبا از برق نگاه تو اشک